جسارت داشته باشی فرود. نقشه‌هایمان عملی نشده ایستادند. تشکیلات ضرر دیده ایستاده است. شما باشید در اینجا مثل کودکان با هم در افتاده اید. این کاری شوخی نیست رفیقان. جدی رفتار کنید. قماندان، جنگ و جنجال را یک جا گذارید و فکر کنید که محافظان را چه طور نیت کنیم. اگر محافظان در همه جا پهن گردند، تشکیلات دیگر هیچ کار کردن نمیتواند. چشمانتان را کشایید. باید چاره اندیشید. قماندان، فکر میکنم برای ما از جانب پیشوایمان کمک لازم است. قرارگاه قراری نببرابد. در طول یک چند مدت باید پسران آدمان دیندار را گریزانده و دستشان سلاح گیریم و این جوانان از جانب تشکیلات وظیفه‌ها داده می شود. با این راه آدمان دیندار را هم طرفدار خود میکنیم. این کار را به شما میسپارم. پسر رئیس دهه گذشته را میگریزانید. آقای زینال آدمی دیندار است. کار را میکنیم که این آدم به خاطر فرزندش شده همه کارش را ماند و از گپ تشکیلات بیرون نبراید. نبیرهاتان شمال خورده است. او را احتیاط کنید. حاضر براش یک چند رو می‌نویسم آقای زینال. سلامت باش دکتر. پدر این کودک تو هستی. نگاه کردن ایست و به نزدش بیا. خوش دست پدر. بیا. آقای دکتر، این پسری من جاوید کمی شرمگین است. شرمگین. خوش آمدی جاوید. خوش باشید آقای دکتر. با شرمگینیش نگاه نکرده جاوید ناترس است. از او محافظی خوب میبراید. منطقه همان را جاوید بر این جوانان جسور باید حمایت کنند آقای زینال. با خواست خدا همش میشود. انشاءالله همون یک جای مبارزه میبریم. انشاءالله. توبه، گویا این چوپان خودش بیگناه باشد و باز ما را رشت میکند. از دستی دختران بیگناه گردندن میگیرد و گپی خوش از ما دریغ میدارد. این مردم اینقدر بیوفا بودند. اینقدر بیوفا بودند. خزبان. لبای آن مکتوب با برفین کی فرستاد خزبان؟ من از کجا دانم؟ از خودش پرس. خزبان گپ زن خزبان، وگرنه احوالت بد می شود. گپ زن میگویم. سخت ترسیدم. فکر میکردی که مرا ترسانده که بودن دادری اکا یشه رو میفهمی. خیلی خوبت. سلیم؟ من کی بودنش رو نگفتم. از کجا فهمیدی؟ خزبانی بی عقل، تو که یک سیرو پنهانو کرده میتونسته باشی؟ آی بناموس، تو خودت کی هستی؟ به همسری من مکتوب بنویسی؟ گپ زن ابله. تو دیگه یولمر من کی نویسم؟ به من گوش کن فرید. برفین حالا هم همسری من است. اگر باری دیگر تو رو در اطرافش بینم بعد از خودت گیره کن. فهمیدی؟ تو رو از دست این دیوانه نجات میدیم برفین. صبر کن. برفین خیست تو همه اماده شم. گفتم که من نمیروم مادر جان. دخترم دیلو میرنجد. اوف چرا اینقدر یکرم هستی؟ مادر جان من تیارم. به پسرم چشم نرسد. اینقدر زیبا شده است. برفین خیست تو هم نه مادر جان. خالای زیلو برای بردن تو آمدم. نرنج لیکن من نمیروم دیلو. نمیشود. در این روز مرا تنها نگذار برفین. من بغیر از شما دیگر کسی ندارم. دخترم من تو را مثل خواهرم دوست می‌دارم. اما اون زن تو حالا هم همسر یلمز هستی برفین. زیلن بیگانه است. یک روز نه یک روز میرود. بیا آماده شو. در این روز مرا تنها نگذار. بیا دخترم تیار شو.
میروم. تشکر خواهرم. قریب بیگاه شد. کمی بعد مهمان ها هم می آید. بیا خودمان رویم. برفین بعد می آید. رفتیم دخترم. تو هم آماده شد. با فکرم خانانش رو برآورده است. بله پسرم. همه سخنانت را یک به یک بگو گفتم. میدانم خوشبختیش رو میخواهی. یکین دل قرارش رو برآورده است. دیگر از دستمان چیزی نمیآید. خداوند او را خوشبخت گرداند. کشتی این من. از برگشتنت معلوم می شود که او را به خطر رسانیدی. نه، محافظان از پیش را هم برآمدند. او را از دور کشته نمی شود. این طور باشد. از نزدیک کش. هوا که تاریک شد به ده می روم. گوش میکنم خواهرم. به نزد دکتر آمده. دکتر نیست. در کجاست؟ با همشیره دل خودگار آمده است. اگر سخت بیمار باشه رفته جه زنم. نه تشکر. پگاه می آیم. مایلش. برفین خداوند هر دویشان را خوشبخت گرداند انشاءالله. انشاءالله. برفین خوش آمدید. بیا دخترم بیاشید. خوش آمدی برفین. خوش باشه. دلم و مهمان ها یکان چیز بیار. خوب شد است یلمز. باز زبون خواهش دارید؟ هیچ چیز نمیخواهم. خدا از تو راضی باشد. از شما هم. خدا من شما را از سرمون دور نسوزد. کودک یاد دارد؟ مثل پیشتره. لا اله الا
الله محمد رسول الله. مشکل شد؟ بهتر شد پسرم؟ بله پدر، کمی بهتر شد. از آن را گفتم بیا از نماز دیر نمانیم. رفتیم. شما روید پدر، من امروز در خونه میخونم. کودک رو تنها نمونم میگویم. مایلش سلامت. شما هم سلامت باشید. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. آیسته سیفی عزقی بودن عملیات رو درابری کن. شما از اون طرف رفتی. خدا را شکر فاتحه کردیم. دیگر انتظار نشده پگاه توی میکن. هر چیزی که شما گوید آقای مسلم. وای پگاه بر وقتی بد نیست مگر؟ باید تیاری بینیم خدای زیبود. البته تیاری میبینیم دخترم. حجت با تیاری دیدن نیست دیگه. توی کلو نمیکنه. بله راست. مادامی که آقای مسلم همین طور میخواهند پگاه توی میکنیم خالصی. من چی بگم پسرم؟ خودتون میدونید. آقای طاهر شما چی فکر دارید؟ پگاه در نقطه طبی یگان کار نیست؟ خانه داشتگی از همه مهم است. کارها رو بد میکنیم. تمام آقای مسلم. فردا بگاهی توی میکنیم. خیلی خوب. کار خیر رو باید زود انجام. ولی چند سال بچه ها بخونه دارن. شما کیزید؟ از ما چی میخواهید؟ بله صدای چیز پرانی از خانه من است. نبید مگر نه یکان تاکان از اینجا زنده نمیبراید. زینال اگر پرونده رو باز نکنی اول سرت بمیرم. نه پران
سلاح‌هایتان را بردارید وگرنه او را بپرانم. پردا، سلاحت را پردا. پسرم از این سربازی وفاداری تشکیلات میشود. آقای زینال بیایید رفتیم. اگر از پس این آدم گریستی پسرم را بپرانم دانسته باش. زود به سربازان خبر دهید. مجروح را باشد و دهه آبی کلان برید. خدا از تو راضی باشد کلی. از شما نیز امک مسلم. شب خوش. شب خوش امک مسلم. در امانی خدا. شما هم امر جان. شب خوش. نقص کنید. خوش باشید. مبارک شود دخترم. امان خدا. مبارک شبتان خوش مادر. برفین اینجا خانه ای توست. تو حالا هم همسری من هستی. به خانه هت برگرد برفین. نگذار که آدمان در حقت فکری بد کنند. تو رفته دلی همسرت را یو. مادر من با نقطه تیبی میروم. باید با آقای حامد سوزن رو گذرانم. میلش. تو کیستی؟ عجبت. خوب هستی پسرم؟ خوبم امک حامد. قریب سودم درو گذراندن رو فراموش میکردم. همین که به خاطرم رسید. وقتی تو رو نگیرم گفته دویده آمدم. در وقتش آمدید امک حامد. ها بله در وقتش آمدم. این زن کیست؟ آوازا شینوس می نماید. کیچه؟ خدایا توبه. کیچه؟ برای چی مرا کشتن خواستی؟ برای وطنم. دولت خواست که تو مرا کشی. بهوده خودت رو عذاب نده دختر. خائن بودنت و اینقدر آدما رو فریب داده زهرآلود نمودنت رو نقض میدونم. که چه؟ طاهر به تو نیکی‌های زیاد کرده است و او تهمت نکن. مادر تمام آرام شوید. شما به خانه روید. برفین رو تنها نگذارید. کنگوی که چه؟ کدام خائنی طاهر رو دیدی؟ با تشکیلات‌های خارجی همکاری داشتنت را میدونم. جاسوس بودنت را هم. با بهانه تشکیلی محافظان و چشم مردم خواب پاشیدنت را هم. لیکن من نمیگذارم که دولت را استفاده برده به آن خیانت کنی. چرا چنین فکر میکنی که چه؟ آقای دکتر زود باشه. آقای زینال آمدن. یک از آدمان آقای زینال گره‌دار شده است. رفتیم.
شما چه ها میگویید مادر جان؟ چرا که چه قصد جان یکم رو کرده است؟ به خدا من هم نمیدونم دخترم. تو خاینی، تو جاسوسی میگوید نمیدونم. من رفته با صحبت میکنم. برفین ایستا. ağır ketiye dilim Yılmaz باز به نزد او میروی؟ چرا این طور میگویی زیلن؟ برفین همسری من است. گوش کن، من به تو برای با من وعده داده بودی که با من مثل شوهرم زندگی میکنی. یکی شب با برفین گپ زدنت رو شنیدم. زیلن، احوال برفین خوب نیست. میترسم که یگان کاری خطا نکند. گرچه او با من جنگ کند هم مرا پیش هم کنم، من باید او را تنها نگذارم. او را باید دستگیری کنم. من رفتم. برفین یک دقیقه با من گوش کن. از من چی میخواهی؟ تو رو از شوهرت که با بالای تو زن گرفته از نجات میدیم برفین. با تو خونه دور میشود. من به این هم خونه دارم یک دردیز. تو رو از دوره کودکی دوست میدارم برفین. من عذابهای تو رو دیدن نمیتوانم. التماس با من گوش کن. هیچ نباشد 5 دقیقه با من گوش کن. برفین در خانه است؟ نه، به نظارت خانه به نزدیک کیچه رفته بود. کیچه در نظارت خانه چیکار میکند مادر؟ دیروز قریب طاهیر را میکشت. چی؟ کو یک رفته بینم. حالا هم مرا فراموش نکردی؟ حالا هم تو رو دوست میدارم کیچه. من هم تو رو دوست میدارم. او گرفته رو برداشته نمیشود. یاشار، به من کمک کن. به خاطر روزهای گذشته کمک کن. از من چی میخوایی کیچه؟ مرا رها کن یاشار. کیچه؟ باور کن من دیگر آدم تشکیلات نیستم. از این پس برای دولت کار میکنم یاشار. دروغ نگوی کیچه. به خدا راست میگویم. اگر حالا همه را دوست داری کمک کن، از اینجا گریخته روم. یلماز گناهکار است. با تو ناحقی کرده است. من انتظار میشوم تو از یلماز جدا شو. من به تو خونه دور میشوم. سلیم، عقلت رو به سرت گیر. درد دلت رو گوش کردم. بس اکنون رفت. من تو رو از ساعت دل دوست میدارم. به خدا قسم من به مثل یلماز نیستم. یک طرفی برفین دور شو از نزدم سلیم. برفین سرده سلیم. برفین سرده میگویم مرو. سلیم سرده میگویم نمیفهمی. سرده من تو نگفته بودم که تو رو دیگر در اطرافی همسرم نبینه. نگفته بودم اصلا. ولیدت به ناموس. یلماز سرده یلماز نزد. مگر قبلو نمیفهمی. راه گر برفین به خانه میروم. نمیروم سرده مرا. به هیچ کجا نمیروم. برفین خود بیا. سری مرا با بلا نگذار. تو که صاحب نیستی. از این پس همراهی من میستی. فهمیدی؟ نمیستم. با من کاردار نشم. همش تمام. تو زنی دیگر داری. کفت با من دیگر نمیگذاره.
ای دکتر زود باش. چی شد آقای زین؟ یاره‌دار آوردم. در درون است پسرم. چی شده است؟ چه زخم داره؟ کی زخم دار کرده است؟ آقای زین. سلاحداران پسرم را بریزاندند. در حال به سربازان خبر دادم. از پسشان آنها شدند. انشاءالله پسرم را صحت و سلامت می‌آورم. آخر نه پسرم فرزنددار شد. شما اول آرام شوید. آرام شوید آقای زین. بیر شینید. دارید بزنید. بیر شینید. آرام شوید. آرام شوید. خانه‌ام را سوزاندن حامی پسرم را بردن. کی می‌داند با او چیکار کردند؟ آقای زینال شما خواطر نشوید. برید به سربازان هم خبر دادیم. انشاءالله رو نجات میدیم. شما سیر نشوید. خواطر نشوید. شد. آرام شوید. آرام شوید. احوالش چخیل است دکتر؟ هیچ جای خواطری نیست آقای زینال. همه خدا شکر. خدا از تو راضی باشد. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. میگوید کماندان پسرم را یافتید؟ در تاریکی شب کافت و کوب نمودیم، لیکن افسوس ایزی آنها را گم کرده. ای خدا. از من سلاحدار نمیبراید دانسته باشید. بهوده کوشش نکنید. من به خلق و وطن خودم خیانت نمیکنم. این را دانسته گیرید. من را گیر ابله. چیزی را ندانسته بهوده نلق. ما در اینجا بهر خلق و وطن خدمت میکنیم. اگر آدم بر این گوش کنی در اینجا آهسته همش را میفهمی. سراسیمه نشو. با نوبت اول کشتن را میآموزی، بعد مردن را. یکم این که پسری آقا تو سلاحدار نیو بلکه جنگاور میشوی. دوم این که هر وقتی که ما خواستیم لازم شود پدرت را به قتل میرسانی. تو برای ما خدمت‌های بزرگ خواهی کرد. با کمکت آقای زینال مجبوری هم باشد طرفدار تشکیلات میشود. من بازیچه دست شما نمیشوم. از طرفدار شما بودن و مانند شما شدن خدا جانم را گیرد 1000 بار بهتر است. ابله وطن آرام شو وطن با ما لازم میشود. وطن اتن برو آماده کرده به نزد من بیار. تو هستینا به عملیات میرده. خالی پشترا نمونده که او را کشم. سینا راضیش نبود ولی باز نمیدونم برای چی این کارو کرد. خواطر نشد آقای دکتر. میبینید گریخته است. این چی خیلی میشه آقای دکتر؟ گریخته است. نباید دور رفته باشد. زود باشد بچه‌ها میرویم. مرا ببخش دکتر. من مجبور بودم. این همون دمی نیست که به تاهیر فرو داده بود. یعنی خودش چکم است. این چی کار است؟ این یراق و اسلحه برای یک گروه بسنده است. چی کار کردن اینها را نقض می‌دارد؟ البته اینها سلاح‌های تشکیلاتند. جایهایشان را انیق کردیم. در جایهای دلپور پنهان میکنیم. در وقتی لازمه آنها را برآورده استفاده میبریم.
آن دکتر با او استانبول گشت. پولهای دادم را قبول نکرد. من حیران نشدم. میدانستم که او را خریدن ناممکن است. دخترم در اینجا چی کار میکنی؟ توی سر میشود همه جمع شدند. بیا رفتیم بلکه توی در خانه هشان میشود؟ نه دخترم، در خانه حامی. آنجا وسیع از گرته، در آنجا میگذرانند. یلمت هم در آنجاست؟ البته دخترم. چی کار میکنی؟ بیایید رویم. او چه نیت دارد؟ عاقبتش بخیر شود. آفرین همین انگشتری ها رو بیاره قدر دیگوش کرد. خدا با اونها عمر دراز بوسه پیر شود. مبارک شود. تبریک بکنم. خدا با شما وقت سفید دهد. خدا خوشبخت گرداند. هم دیگر مبارک شد. تشکر یلمت. تشکر. مرحمت آقای مسلم. نوبت شما سردار مبارک خدا بخیر. بخیر گوش کن. من برای خوبی خودم. جواب مرا ده یلمت. تو چی گفتی بخیر؟ جوابم رو ده. من با سلیم خونه دارم میشم. تو چی ها میگویی بخیر؟ جواب مرا ده. من با سلیم به شهر میبرم. این کار ناممکن است. جوابت رو نمیدم. جوابی مرا ده. مرا سر ده. بلکه این دیگر ضرورت نیست. بخیر. چه شد پسرم؟ جوابم را ده. چی؟ این تکلیفون شده است. من حاضر هستم با اولاد مادر بد گرد نیستم. حاضر آقای مسلم همین جا آید. بله خیلی مبارک شد. همش خوب بشود انشاءالله. بیا میرویم مهمانان خیلی میکنم. بیتونی بچه ها با اونجا بریم.
افسریم چی شد خیزان؟ چی واقعا؟ بس یک خبری نمی‌آوردم. بیا گرنگ نکن. من شنیدم زمان دیگه اومدم. برفین این رو دوست داشته است. و این مز گفت که جوابم رو ده. و سلیم به شوهر میبرم. راست میگوی خیزمو؟ البته راست میگویم. شنیدم که به خدمت میروی. برفین چی میشود؟ چی میشود؟ اول باید برفین رو بزنی گیرم. دختر از ترس یلمز میخواد به من رسد. از یلمز ظالم او رو نجات میدیم. برفین رو میگیرم. بیهوده هوس نکن. یلمز جواب برفین رو نمیدهد. یلمز به دختر ظلم میکند. من باشم مداخله کرده نمیتوانم. من اگر لازم باشد برفین رو میگریزانم. مگر گریزانده میتوانی؟ یلمز تو رو میکشد فهمیده گیر. برای برفین جانم را فدا میکنم. مادامی که او زوری رو به کار میبرد من هم با او همین طور رفتار میکنم. چاره دیگر نمونده است. دختر را میگریزانم. التماس خیزبان این رو به کسی نگوی. زنده باشیم باز رو میخوریم. سلیم این با چه دیوانگی؟ فقط به خدمت حربی میروی بازگون به یقین نکنی. تماما که من همینجا هم خواتیر نشوید. شنبه خیره که یشار؟ بطورم خدمون بطورم. خیر درباره چه گپ میزدید؟ به خدمون چه شده است؟ هیچ گپ نیاکا. آخر به خدمت میروم. برای خیر خوشکنی آمده است. خیر شد به درون درو. تو را دیدنی میآیند. مایل شکا. آی سلیم میترسم که بازگان کار کرده سرمون رو به بلها نگذاری. اکنون که باور کنم اگر آنها باز به مقابلم برآیند خدا جان چی کار کنم؟ به من یاری ده، به من راهی رو نشان ده. تو سالها در کوه گشته سلاح به دست گرفته مبارزه برده ای. به هر حال تروریست شده گفتن. بله تروریست. میگویم که تجربه خوب داری و برای تشکیلات حالا هم لازم هستی. با کدام روی نزد دکتر برگردم؟ یشار او به من یاری میدهد. دیگر چاره نیست. نزد یشار میروم. بله پسر جانم. خدا خواهد پسر جانم. خدمت وطن رو با سری بلند اجرا میکنی ها؟ یشار این چای رو با جوان ها بده. خوب شد است. کنیده تو نشین من چای رو خودم میدیم. کنی گیره جوان. تشکر. مرحمت گیره. آفرین. گیره مرحمت. شما هم گیرید. متشکرم. پسرم اکنون به سفر می روی. خدمت را که بود کرده آمدی عروس می آرم. برای خلق و وطنت با ننگ و ناموس خدمت کن. الا روزهای خوب نصیبت گردد. در پناه خدا باشی پسرم. خدا یارت بود.
از من نگریز. با تو گپ زدن میخواهم. من گپ زدن نمیخواهم. جوابم را ده. گفتم از چیست برفین؟ تو از چی ناراضی؟ برفین من تو رو میفهمم، اما سراسیمه شده بعد پشیمان میشوی برفین. بیا کمیدم. از من صبر طلب نکنید که جوابم را دهد. قراری من قطعی است. با شما چی ها؟ با بالای زنش رفتشینم ها؟ شما همین را میخواهید؟ نه با یگانجا نمیروم، در یک کنجی خونه میشینم. نه اگر شما نخواهید به نزد سلی میروم، اون مرا بدلی میگیرد. برفین گوش کن، این کار رو نکن. چرا آمدی؟ یا اینکه دلت طاقت نکرد؟ برفین یلماز تو مرا زدی. مرا ببخش برفین. چی طور شد خودم نفهمیدم. با تو گپی گفتنی ندارم. یلماز همش تمام. برای من دیگر وجود نداری. تو هم این را قبول کن. جوابم را ده. مرا از شکنجه رها کن. برفین در رو بشو برفین. من تو رو چکر جواب دهم؟ من این را تحمل کردن نمیتوانم. برفین میشنوی جوابی تو رو نمیدهم. تو زنی من هستی و همین دور میمانی. مرا میشنوی برفین؟ گوشا در را. من جوابت نمیدهم. تو را با کسی نمیدهم برفین. من تو را با کسی نمیدهم. یلماز او را هم فهمیدنم لازم. این مسئله را آسان حل کرده نمی شود. این مسئله برای هممون یک امتحان شد. میفهمی یلماز؟ ما باید صبر کرده دعا کنیم. توی تو هم دوستانم به جوانومه دارم. وای با پیش پایت نگاه نمیکنی کجا میدم؟ خیز گیره نکن هیچ گپ نه. یاشار تو هم زود باش نهاری تیار است. یاشار سلام علیکم. چطور میکنی؟ و علیکم سلام آقای با خدا دیروز کمی دیر کردم. سلیم را دیده نتوانستم. اون رو با خدمت حربی میفرستی گفته شنیدم. میرود انشالله. انشالله روز میبینیم که خدمت را بود کرده آمده. لازم نبود. الله زود راسته برگردد. میبینیم که مرد زیبا شده برگشت. تشکر آقای. خیر در پناه خدا مونید. کیچه؟ چرا گلغم در این جایی چرا نرفتی؟ یاشار مرا ببخش لیکن یگان جایی نرفتگی ندارم. با من یاری ده. اگر با من یاری ندهی مرا میکشم. تو چه ها میگوی کیچه؟ کی تو رو میکشد؟ مرا فریب دادن یاشار. چی شدنش رو فهمیدم. سلاح رو گرفته گریختم. اما با کجا رفتن و با کی باور کردنم رو نمیدونم. من غیر از تو دیگر هیچ کس ندارم یاشار. خوب کردی که آمدی کیچه. نترس تو رو هیچ کس نمیابد. من حاضر رفته با توحید خبر میدیم. نه با نزدی اون نرم. از او شرم میدارم. این طور نگوی کیچه. در این لحظه او یاری میدهد. همین جایی است. حاضر رفته برمیگردم. انشالله شفا بیاد. خدا شفا بیاد. تشکری زیاد دکتر. تشکر. خدا شفا دهد امر جان. بیایید. تشکر. هزار سال شده. کیچه با خیر است یاشار. به خانه من آمده است. یاشار کیچه تو در اینجا چی کار میکنی؟
سلطان نپرس، سرم در بلا مونده است. برای یاری نزد یشر آمدم. چی؟ دیگر آدم نیافتی که چرا با اینجا آمدی؟ نمیمانی که کسب آیلش آرامانه خوشحال زندگی کنند؟ در اینجا چی گم کردی که اینجا آمدنم خوب نشد. مرا ببخش، من خطا کردم. از یشر هم نرنج. ما میبریم سلطان. کچه مرا ببخش دکتر. برای تو را کشتن مرا فرستادم. مرا با یک بازی کلان وارد کردن. دیر فهمیدم. چی میگویی کچه؟ نقل کن چی شد؟ در باره تو گپ بسیار است. این را از من خواستم. برای خدمت‌های کردت میخوان تو را نیست کنم. آنها چی مسئله دارند؟ با تو چی فرمودند؟ بر ضد دولت مبارزه بردن را. اکنون آنها مرا زنده نمی‌مانند. تو چی میگویی کچه؟ این چطور شد؟ آنها کیستند؟ سلطان یک آدمی بالا مقام پیدا شد. جزای فرمانها را میدهد. گفت که تو سالها در کوه میگشتی، اکنون با دولت همکاری میکنی. هیچ باوریم نمیآید کچه. کچه تو چطور به این دام گرفته شد؟ این را کسی نفهمد دکتر. از دستی آنها دیگر خلاصی ندارم. علاجی ندارم. اول میخواستم که به دولت خدمت کنم، لیکن آن سرخی گفتگی چگونه آدم است؟ به هر جایی که رود همه درها برایش باز است. خیلی شخص قدرتمند است. همه از او در هراسند، میترسند. مرا هم نزد او بردن دکتر. به من جنایت‌های زیادی فرمود. فهمیدم کچه، آروم شو. گوش کن، البته با تو کمک میکنیم. این کار خیلی جدی است. یک شخص به تو پول پیشنهاد کرده بود. با یک جا سلاح زیادی روان کرد. زمانی میرسد که آنها با این سلاح یکدیگرشان را میپرانند. گفته صحبت میکردن. من همه سلاح را گرفته بریختم. اما نمیدونم با کجا روم، با کی باور کنم. نمیدونم دکتر. خواطر مشو کچه. با گروه خبر میدیم. آمده تو رو میبرم. از آنها همشو فهمیده میگیرید. کچه تو از آنها نترس. نه دکتر، تو نمیفهمی. آنها در همه جا مرا زنده نمیمونند. مرا میکشند. کچه با تو میگم نترس، با تو هیچ چیز نمیشود. بیا رفتیم. در نظر نوبدار میگذارم. آنجا بخطر است. کجا میروی یشر؟ چی کاری مهم داری؟ از من نرفت سلطان. این کاران طوری که تو گمان میکنی نیست. بله، درست است که یک وقت او را دوست میداشتم، لیکن نصیبمان نبوده است. تو زن من هستی، او برای من خواهر است، کسی ندارد. اگر اجازه دهی او را به سویم نگذارم. این کتاب شد. کی با این جسارت کرد؟ این کار توست. کچه
در نزدیکی ها گروهی سیاری زود عمل است. آنها آماده تو رو میبرند. انشالله دکتر. کچه بس از خودت رو اینقدر عذاب نده. گوش کن، اگر در اینجا یکون چیز لازم شد بنا بدار گپ زن. من به نزد بیماران میروم. خوب دکتر، خدا از تو راضی باشه. تو خیلی آدمی خوب هستی. برای عذاب‌های داده مرا ببخش. همش خوب میشود. شد. خدا میپوشم. تشکر زیلان. هوا خنک. این رو هم گیر. رویت رو میپیچن. لازم نیست. یلماز با چه قرار اومدی؟ جوابی برفین رو میدی یا نه یلماز؟ من چه خیلی جوابی او رو میدم زیلان. میدونم. حیاتتان رو سوزانیدم. همه کاری شده شد. برای این رو از تو خواستنش البته سببی هست. جوابش رو ده یلماز. باز یکم بلای به سرت نورد. باری دیگر به تو میگویم زیلان. برفین همسری من است و همیشه همیشه میماند. دست درد رو ندینم نوشی جانتان با. شما زحمت نکشید، من جمع میکنم. برفین گوش کن دخترم، اینها رو باکت بر. ای بس چیزی نخورده رفت. به خدا کار اینطور نمی شود. چیکار کنم نمیدونم گلی. دیدی چی شده ایستاده است. زیغ نشر زیرا خداوند کسی رو تنها نمانده است. خودت رو به دست گیر. به روزگی خدا مگر کاری می شود. البته اگون راهی نشون می دهد. انشاءالله. دعا کردن لازمه فیزیلال. اما یک جای دعا میکنه. اله آمین. و دخترمون برفین صبر و طاقت ده. مدد کن که رنج ها از دلش تازه شود. کسی رو بیچاره نگردان. خدایا تو از همه دردها خبر داری. دعا میکنیم که از همین خاندان درد و رنج ها دور شود. دعای کرده ما را به درگاهت قبول فرما. آمین. 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 خوش آمدید. خدا از شما راضی باشد. ما هممون با تو هم دردیم. بسیار زیغ نشو. خداوند بزرگ است. خواهرها ثواب است اگر هممون بعد از نمازهایمون از خداوند برای برفین صبر و تحمل خواهش کنیم. بله. انشاءالله شویش میدیم. خوش آمدید. انشاءالله. مادر من این رو با کم داده می آیم. برفی دختری زیبایی. کمتر چهرهت را کشو. انشاءالله همش خوب می شود. با صبر باش دخترم. خیر جوانی مادر. برفین صبر کن با تو گپ دارم. یکم گپی میگفتنی امونمون. یک طرفیست. برفین تا با من گپ نزنی نمیمانم. برفین سرده مرا.
ایستا برفین، چرا گوش نمیکنی؟ چرا اینقدر یکراه هستی؟ اما بدان مادامی که تو مرا فهمیدن نمیخوایی، من هم تو را نمیفهمم. جوابات را نمیدهم. بازوری برفین رو مجبور میکند. فهمای یلمز گفته تو شود، اما تو هم بدون که راههایمان جدا شدند. هرچند در نکاحی تو باشم هم تو برای مرده ای. بگذار در نکاحی تو باشم، اما یک روز عوض نمیشود. تو رو میگریزانم برفین، از دست این ظالم نجاتت میدهم. چی شد برفین؟ از برای خدا مادر دیگه چیزی نگوید، دیگر صبر و طاقتم نماند. خوب دخترم، بس است. ای خدا با ما کمک کن. من خودم میبرم. دکتر چی شد آقای زینب؟ احوال کودک خیلی بد است دکتر. آرام شد آقای زینب. زود شد آرام شد. او را به در آوردید. خواطر نشید آقای زینب. همش خوب شد. پسرم بخیر است مادر جان. برایت کمی خوراک آوردم پسرم. تشکر مادر جان، اما حاضر بیمار دارم، دیرتر میخورم. خودت میدانی. مادر نگردی. برفی چی حال دارد؟ همان طور خیلی روح افتاده است. برفین نترس برفین. تو اینجا چی کار میکنی؟ من همه چیز رو میدونم برفین. آن یلمز ظالمی میکند، تو را رها کردن نمیخواهد. بگذارم میتونم باشد و تو چی؟ خواهشی با من آیله دور شدنت رو میدونم. یلمز جوابت رو ندهد هم از من میشوی. تو چی ها میگوی سلیم؟ سرده میگفتگیم همین. از من شرم نکن. شنیدم که مرا دوست میداری. یلمز تو را رها کند، من از خود میکنم. مادام که یلمز تو را جواب دادنی نیست، ما هم به غیر از گریختن راه دیگر نداریم. یکون چیزی میگریخت اگر باشد گیر بگریزیم. از بحری خدا سرده مرا سلیم. یلمز رو بیند میکشد سرده. نترس. سرد را به بالا گرفتار نکن. کسی به من چیزی نمیگوید. حالا از اینجا به جای من نمیبگی. هیچ کس ما را یافته نمیتواند. احتمال سلیم رو از اینجا. ای بس به هر دویمان خوب نمیشود. حالا ایست مادرم اقام بیایم این کار رو هر دویمان حل کرده نمیتوانیم. نترس جاب نمیشود. سرده سلیم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم. عزیزم وقتی تو را در بر ندارم، هوای دیگر بر سر ندارم. آچا جان من در عذابم، تو از شهر خدا اینجا رسیدی که در کوهی نگاهم خانه سازی. ماهی که تو خانه گل آباد کنی آمه فقط یدونی. پایه آچای جان شیری سفیدم دادی. تیراهی تقدیر.
فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.